با سلام خدمت عزیزان گرامی. یه چند تا نکته من بگم راجع به این نیشا. من سوال کردید. ببین شما زمانی که میرید الماس خریداری کنید، ببینید روی این شماره داره، یه دونه چاک هست که با پیشگوشی دوستو موقع باز و بسته کردن اینو اینجا میذاریم که صفر کنه. 2 3 4 5 6 تا شماره. اینا به خاطر اینه که این نیشا میان اینجا قرار میگیرن، هیچ فرقی با هم ندارن. فقط فرقشون توی اینه که شما زمانی که میخواید الماس بخرید، ما 2 مدل نیش داریم. نیش بزرگ داریم، این بزرگه. نیش کوچیک که شما زمانی که خریداری میکنید 6 تا این نیشای کوچیک روشه. اینا از لحاظ برشکاری هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. فکر نکنید مثلا شماره 2 یا شماره 3 با اون یکی فرق میکنه. این روی 6 تاش هست که هر زمان اون کن شد شما با اون یکی استفاده کنید. این نیش بزرگترا برای برشکاری کارهای سریه که هم راحت‌تر برش میدنن هم دوامشون بیشتره. این دلیلش اینه. خیلی ممنون از شما.